علیکم. اول سلام بر گوشکنان. از تحت دل از مغز جان یک دو سخن میگویمد از بحر این دوری زمان. یک قصه نقل میکنیم برای خیلی مکتبم نزدیک اومده است. خلاصه درباره خواننده های معلم های نو برآمد، معلم های 2019. مصطفی میدرویم صنف ده. معلم میگه هم مصطفی جان چو کردی؟ چی به ایجادی خیلی سنیاکی؟ کی زده؟ میگه معلم جان میفهمی گوخی ما هم خانم در کم بغل یه دیوان داریم، عیسش مخوام عوض رقم خواه، عوضش با یه عروس داره. با چی گفت شد که عروس داره؟ هیچی. یه حس شام رو گفت که سلیمان جان خواه یا بیدار؟ گفتم بیدار و اینم یک موش زد من. خدا زن اکی توی با ای باین یک روز میگذاره سلیمان میوه این طرفی چشمش سیاه. معلم میگه ها سلیمان جان چو کردی؟ هیچی. میگه معلم جان من خودت میدونی که همه یه دیوان داریم، من خواهم مکم خواه عیسش عروسش خواه. با یه عیسی شام خیز گفت سلیمان جان خواه بیدار؟ گفتم بیدار با یک مشتی دیگه زد. گفته خدا زن اکیته. روزی سیوم میشه سلیمان میاد تا انمیجر سر فوق بین پچ کدگی رنگی مومیه میدرای این همه چشماش باز اومد تو و گفته ها سلیمان جان چا کردی آخی چی که پای سر فوق همه بین پچ؟ گفته معلم یک حسی شو بود مرا پرسید سلیمان جان خواه بیدار؟ دم نزدم، ای ترسیم دم نزدم. باید 10 مینوت 15 مینوت گذشت با پرسید سلیمان جان خواه بیدار؟ با خب کدم. سنی عروسش گفت که ازار بکش پایه خلی. من همه کلم برداشتم گفتم اکا جان یه حسی شو ده کوده پایه خلی. سلام علیکم. یک قصه نقل میکنیم به خاطر مهربانی حق همسایه نسبت یادگاری. میگه تا خشتوار دور یافتن همسایه نزدیک بگی و خوبه. یا همسایه خدا بخبر ایرسی یا سگ میبره یا بولدوگ که همین قدر میبره خیلی کوارتیر در زندگی میکده. این سگ خدا زده همه خیلی خراک میکشیده، شما همه خیلی خراک میکشیده. خیلی همسایه یه روز طاقت میکنه، 2 روز میکنه، 5 روز میکنه، بیزار ایجان میشه. اومده همسایه را گفته ای برادر تو در باطن خونی آدم و آدمگیری یگان لحظه داری؟ چو کدای ساسه چو کدای؟ خیلی گوزن و خیلی رشاد میکنه با ای رسیه را هیچ خیلی دسته هم خیلی کل پچان کدیگی رشاد میکنه گفته براتا گفته این همیسته که تو شما خوراک مکشه مرا زعیبت کدیگی من نخدم خواهم نه گودک نه چودک اگه داری همسایگی دم خیلی اوه چکو کدن در کار اکا چکو کدن در کار؟ گفته چکار کدن در کار؟ من یه وقت یه سکرت فهمیده بودم در خونت یگان سانتیمتر لنته داری لنته. گفته خیلی لنته. گفته این لنته که سران شاند بکنم میبندن. گفته خیلی میویم یک وجه لنته بگی. گفته نوکی چولی سگ دخلی بانتی که خراک نمیکشه هم خیلی میکنه جور بانتیک میکنه سهر ساسد میپره ساسد شاو چیخه گذاشت سگ خراک کشیدی یا نه؟ گفته این چیکار کردی؟ گفته اونم نوکی چولش در لنتر بانتی کدوم تمام پگه ایک بابا خود میره کار میویه میگه ساسد تو خود زعیبت کردی اگه سگ تا گفته خراک مکشی سگ خراک کشی رو بس کده خود چو کده تنبله شما خراک مکشی. گفته خیلی من خواه میرم ای که جا میفهمم من خراک مکشی با من چی کنم؟ تام گفته نوکی همون چولت لنته به من یا 20 سانتیمتر لنته بگی بانتی که خراک نمیکشی. مرده که بیچاره دیگه همین فکر در کلش یکان تشکیلی میره مست میزنه میویه همون گپ به خاطرش میزنه نوکی چولش در لنته رو بانتی بکنه خواه میره. یه هم بستگی سگم بستگی سهر همه خیلی مخیزه آدمی مست چی میگه و بولدوگ جان نگاه میکنه نوکی چولی وای در لنته بستگی نوکی چولی خودش در لنته بستگی شاو یکان جاده کیفکت بیدیم چه میگه بولدوگ جان آنش گم این شاو ما جای یکم گریستی گفت چی هر دو مانده لنته چکه بستگی